زندگی، خوردگی، آمادگی، گی. وندا چارچوب زبانه دقت کن. سوگی، سایگı، فهمیدی؟ ایچگی. میبینی؟ ترکی داری حرف میزنی. حالا نه این فارسیه، شما دارید فارسی حرف. بابا 5 تا کلمه نداری ریشه شناسی کنی. بعدش اینو داشته باش. جیر، این خلاصه شده جیر. جیرمخ، جیریش، که گیر، گیرایی باز هست تو زبان دری. جر، 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 جار، جور، جیر، جر، جور، جیر. این مجموعه رو داری؟ گیر اینجاست که به شکل وند مثل ایمک که میاد اگر رو میسازه. نمیرم اگر فلان. چرا؟ چون مطلب اول ایمک یعنی خمیدگی داره نسبت به مطلب دوم، به اون محتاج. یا وندهای دیگر مثل جون، مثل تمام وندهایی که هست و همه ترکی هنده. چارچوب زبان دری ترکیه. چرا؟ چون گویشی از ترکیه. جیر، میبینی؟ گور داریم در این مجموعه. جر داریم، جور داریم. جور یعنی توأم، با هم، یک صدای خیلی مثلا جور نمیشه، معادل نره، چجوری بگم آخر. جر، دیدن، یک ناحیه ایجاد میکنه. جیر، جر، دهنو جمع میکنه، مثل گیراییه. مثلا خرمالو میخوری دهنو جرده ما میگیم. ببینی این مجموعه همه ترکیه. و این گیر گیش مونده چون یک مطلبی رو مثلا خورد دگی که خود خوردن، خردا، خردالاماق. خب در دهان خورد که میکنی این فعل خوردن درست میشه. خب که اونم ترکیه. آشامیدن، آشماخ، اونم ترکیه. خوابیدن، یوخه. یعنی این دیگه اساسی ها رو که ترکیه باید بگیم ترکیه دیگه، چی باید بگیم. و گیر اینجا به گی تبدیل میشه و اون محدوده اون کلمه‌ای که اول میاد رو مشخص میکنه. آمادگی یعنی ورود میکنی، گیر میکنی به آماده بودن. خب خوردگی، ورود میکنی به خوردن، یعنی اون محدوده خوردنه. خوردگی داره. و سوگی، سایگı، سو گیر بهش اضافه میکنه، محدوده دوست داشتن. سایگı یعنی محدوده احترام. سایماک، خب مثلا شمردن هم استفاده میشه ولی از مصدر سا هست. سا یعنی اندیشیدن. سامان.